جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم هر لویشته خاوره بدې بیا ډکه له خوند کړم. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء با وزیر امور خارجه ازبکستان و هیئت بلندپایه همراهشان دیدار و گفتگو نمود. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء به تاریخ 22 ماه هوت سال جاری در دیدار با هیئت بلندپایه بر ریاست بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان روی همکاری های سیاسی، اقتصادی، تجارتی و اتصال منطقوی در قصر چهارچنار دیدار و صحبت نمود. در این دیدار معاون اقتصادی ریاست الوزراء به مشترکات میان مردم افغانستان و ازبکستان اشاره نموده گفت که هر دو کشور در زمینه‌های مختلف دارای منافع مشترک هستند که اکنون برای دستیابی به آنها زمینه بهتر مهیا گردیده است. به گفته محترم ملا صاحب، امارت اسلامی افغانستان سیاست خارجی اقتصاد محور را دنبال می‌کند که عمدتاً بر اتصال منطقه‌ای متمرکز است و برای رسیدن به این هدف نیازمند همکاری های منطقوی به ویژه ازبکستان است. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند افزایش سطح ترانزیت از طریق افغانستان و ازبکستان، توسعه روابط تجارتی، توسعه شبکه های راه آهن، سرمایه گذاری در افغانستان، انتقال برق به افغانستان، حل مشکلات ترانسپورتی و گمرکی و همچنین بر همکاری مشترک دو طرف در بخش تحصیلات عالی به جوانان افغان در زمینه‌های مختلف تاکید نمود. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند با اشاره به مدیریت آب و توسعه زراعت گفت که کانال قشتیپا در شمال کشور آرزوی چندین دهه مردم افغانستان بوده که متاسفانه در نتیجه جنگ و ناامنی‌های پیهم نتوانستند از دریای آمو مانند سایر کشورهای حوزه دریایی آمو به صورت معقول و مشروع استفاده کنند. با روی کار آمدن امارت اسلامی کار این کانال آغاز شده و افغانها حق خود را به دست می آورند. در این زمینه هیچ یک از کشورهای همسایه نباید نگرانی داشته باشند. محترم بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان با اشاره به روابط دوستانه افغانستان و ازبکستان گفت که کشورش آمادگی دارد در آینده نزدیک میزبان سفیر امارت اسلامی افغانستان در تاشکند باشد تا بتواند روابط سیاسی و اقتصادی را با افغانستان گسترش دهد. محترم بختیار سعیدوف افزود که موقف استفاده افغانستان از دریای آمو برای ازبکستان ارزش دارد و این کشور آماده است تا در بخش تکنیکی این کانال و همچنین در اجرای سیستم‌های آبیاری عصری با امارت اسلامی همکاری کنند. وی همچنان گفت که ازبکستان می‌خواهد علاوه بر سرمایه‌گذاری در تولید برق از زغالسنگ در افغانستان به منظور اتصال منطقه‌ای پروژه افغان ترانس و در بخش برق پروژه‌های مهم را عملی سازند. قابل ذکر است که در این هیئت 30 نفره بلندپایه ازبکستان تعدادی از اعضای کابینه و نمایندگان سکتور خصوصی حضور داشتند. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم هر لویشته خاوره بدې بیا ډکه له خوند